خب دیدید که به چه سادگی میتونستیم کلی مشتری و شماره مشتری‌ها رو با همدیگه دسترسی پیدا بکنیم و داشته باشیم. تا اینجای کار متوجه شدید که من توی یکی از اینم بگم بهتون، توی یکی از ورکشاپ هام، اولین یا دومین ورکشاپ هم بود، یکی از بچهای دفترم خواست که با من صحبت بکنه و من این کارو باش کردم و باش حرف زدم. گفت خانم جلیل من یه خانم 35 سالم و نمیدونم که این ورکشاپ شما میتونه به درد من بخوره یا نه. من خانه دارم، هیچ ایده محصولی ندارم، ولی پدرم معدن داره، دوست دارم که تو این حوزه بخوام محصولات اون رو صادر بکنم. گفتم ببین یه چیزی بهت میگم، برو انجام بده، اگر نتیجه گرفتی بیا ثبت نام کن. گفت چی؟ گفتم همین الان برو، به شما هم دارم میگم، همین الان برو تو گوگل مپت سرچ بکن مثلا زعفرون این دوبای، یا مثلا هولسلر پستاشیو این دوبای، یا مثلا یعنی عمده هولسلر یعنی عمده فروشی، اصلا ترنسلیت کن دیگه، بزن عمده فروشیه خشکبار یا پسته یا زعفرون در دبی. حالا دبی که خیلی دم دستره دارم مثال میزنم، یا هر کالایی که داری. خب اینو به لاتین، به انگلیسی سرچ کن تو گوگل مپ، حتما این دبی هم بنویسا که قشنگ شهرم مشخص باشه که بتونه تو اون لوکیشن بهت بازار رو نشون بده. وقتی بازار رو نگاه کردی، روی اون دکمه کالی که برات مغازه ها رو میاره بزن، بس میشه به واتساپش، برو به واتساپش پیام بده، بگو من شخصی هم که پسته دارم یا زعفرون دارم، از قبلم داشته باش اطلاعات آماری زعفرون و پسته رو، قیمتش رو داشته باش. الان نه در حد خیلی پروفشنال و مثلا بخوای اون کالا رو بفروشی، من فقط میخوام یه تست بکنی که ببینی واقعا میشه مشتری پیدا کرد. برو بهش پیام بده، بگو من پسته دارم، ببین جوابتو میده یا نه، ببین ازت میپرسه قیمت چند، کجا تحویلم میتونی بدی. یعنی میخوام بهت بگم که اینقدر دسترسی پیدا کردن به مشتری ساده است. ببین اصلا تو تجارت پیدا کردن مشتری سخت نیست، چیزی که سخته بحث فروشه، بحث این که شرایط مشتری به شرایط تو بخوره، بحث این هست که محصولت رو درست انتخاب کرده باشی، تامین کننده درستی داشته باشی. دیگه مابقیش میشه مباحثی که من تو ورکشاپ ها دارم یاد میدم و یاد میگیری، مثلا اینکه چجوری مکاتبات تجاری داشته باشی. اولین درخواستی که مشتری بهت میده LOI، تو LOI چه چیزهایی مینویسه، درخواستش رو تو چه قالبی مینویسه که بهش میگن letter of intent، نامه درخواست، که ریکوستش چیه، غیر میخوام، چه گریدی میخوام، چند تن میخوام، در ماه چقدر میخوام، با چه گریدی کیفیت میخوام، یا اینکه شرایط تحویل و درخواستم چی، با چه اینکوترمزی میخوام از تو تحویل بگم. اینکوترمز یعنی شرایطی که بین من فروشنده و خریدار وجود داره که کجا قراره بار رو بهش تحویل بدم، به چه نحوی قراره تحویل بدم، هزینه بیمش با کیه، هزینه حملش با کیه، تعهداتش هر طرفین به چه نحوه. بهش میگن اینکوترمز. اینکوترمز ها در تمامی دنیا شناخته شدن. وقتی من میگم FOB به تحویل میدم، چینیه میدونه من چی میگم، قنایه میدونه چی میگم CIF میدونه من یعنی که بارم رو تو کشور قنا بهش تحویل میدم. اگه بگم FOB به قنا بگم FOB به تحویل میدم، FOB بندر عباس، FOB ایران، یعنی میدونه من تو بندر ایران بهش بار رو تحویل میدم. اگه بگم CIF به تحویل میدم، یعنی از ایران میبرم تا قنا بهش تحویل میدم. شما این کوترمزا رو باید یاد بگیری. چیزی هم نیست من الان اینجا بتونم بهت یاد بدم، ولی چیز سختی هم نیست. من اینا رو تو ورکشاپ ها کامل بهت یاد میدم. قوانین تجارته، چند نوع قوانین داریم که همه اونها رو بهت یاد میدم. موضوع بعدیش اینه که شما وقتی با مشتری که الان پیدا کردی با روش‌هایی که بهت فقط تایتل وار خوندم، میتونی بعد که به توافقی رسیدی از لحاظ شرایط تحویل و فروش و اینها بین خریدار و تامین کننده توافقی وجود داشت و تونستی بار رو براش بفروشی یا تامین بکنی، دیگه میرسه بحث مکاتبات تجاری مثل LOI چیه، اینوایس چیه، پرفورما اینوایس چیه، BCL چیه، POP چیه، KYC چیه. اینا اسناد تجاریه که باید یاد بگیری، چیز باز سختی نیست. هر کدوم اینها رو توی کلاس تو ورکشاپ یاد میگیری. و اینکه میرسیم بحث اینکه بخوای کالات رو ترخیص بکنی، ترخیصکار کیه، حق العمل کار کیه. ببینید تجارت، این رو باید اول بهتون میگفتم، تجارت این نیست که شما تمامی کارا رو خودت انجام بدی، یک پروسه برون سپاریه. فقط اینکه تو کالات رو انتخاب کنی، بازاریابی کنی، با مشتری مکاتبه داشته باشیم برای شماست و ساختن زیرساخت‌ها. بقیه کارها رو دیگه میسپاری به ترخیصکار شرکت هم. یعنی اینکه
اون بار رو بخواد اظهار بکنه به گمرک که من این بار رو دارم و میخوام از گمرک خارجش بکنم و صادراتش بکنم به این کشور، رو اون ترخیصکاری که برات انجام میده، حالا اینکه ترخیصکار کیه و چه کاری انجام میده و کجا باید پیدا کنی ترخیصکارا رو بهت یاد میدم، چه جوری بدون اینکه کارت بازرگانی داشته باشی یا به چه نحوی باید اون کالا اظهار بشه رو بهت میگم. درسته باید این کار رو ترخیصکار انجام بده، ولی شما به عنوان تاجر باید یاد بگیری که اصلا اظهارنامه گمرکی چیه، کوتاژ صادراتی چیه. وقتی اظهارنامه رد میشه یه شماره کوتاژ بهت میدن که با اون بار رو پیگیری میکنی، بعد اینها رو یاد بگیری. اینکه رفع تعهد ارزی چیه، دولت از سال 97 گفتش که باید شما بیای دیگه مالیات ندی برای صادرات، باید رفع تعهد ارزی داشته باشی. و اینکه الان رفع تعهد ارزی رو بسته، تبصره جدید قانون جدیده که سال همون 1403 اواخر نیم سال دوم اومد، همین دو سه ماه پیش، که گفتی که نه رفع تعهد ارزی هم برداشته شده. الان شما باید نرخ ارزی که ما اعلام میکنیم و بهمون حالا اون کالا رو بیاید رفع تعهد ارزی بکنید. حالا این چیزهایی که نمیخوام الان ذهنتو شلوغ بکنم، من فقط میخواستم بدونی که تو میتونی یک شخص صادرکننده باشی. دیگه اینکه اسناد تجاری چیه، بحث حمل و نقلت باید چه شکلی باشه، رفع تعهد ارزی، رفع انتقال ارزی باید به چه نحوی باشه. ببینید الان ما تحریمیم، ایران تحریمه، بانکاش تحریمه، ما السی نداریم، نمیتونیم پول رو بدیم پول بگیریم. با مثلا من میخوام با قنات تجارت بکنم، نمیتونم بگم که به بانک سپه من پول بریز، به بانک ملی من پول بریز، چون بانک ایران تحریمه، ما السی نداریم. پس باید چی کار بکنیم؟ ترفند داره. میبینید که داریم چقدر تجارت میکنیم، پس قطعا راهی وجود داره، پس یه ترفندی وجود داره که باید این ترفندا رو یاد بگیری که تو زمانی که ما تحریم هستیم چجوری باید پول انتقال بشه، جابجا بشه، با چه روش‌هایی. اینا چیزایی که توی ورکشاپ های حضوریم بهت یاد میدم که 20 فروردین ما 20 تا 25 فروردین ما در تهران ورکشاپ حضوری میذارم، تشریف میارید و از الان هم میتونید ثبت نام بکنید، چون قطعا با این ویدیویی که من ضبط کردم، چون هیچ وقت اینجوری انقدر مفصل توضیح نمیدادم، قطعا پر میشه و ظرفیت خیلی محدودی داره سالن. میتونید ثبت نام بکنید برای 20 تا 25 فروردین. فکر میکنم 25 فروردین باشه ورکشاپ شروع میشه، ورکشاپ حضوری در تهرانه. میتونید تمام این مباحثی که حالا بحث میگم اسناد تجاری، بحث حمل و نقل، شیپینگ، چجوری اصلا فورواردر کیه، شرکت های کریر چی هستن، بحث اسناد تجاری که بهتون گفتم، نقل و انتقالات مالی، تمام اینها رو تو ورکشاپ یاد میگیرید. اما اینا چیزایی نیستن که مهم هست دونستنش، ولی خیلی راحت یاد میگیری، مثل تئوریکی که داری تو دانشگاه میخونی، مثل مبحثی که اومدی یه ترم کلاس یه مبحثی رو یاد بگیری، یاد میگیری و مطمئن باشین اسناد تجاری رو یاد میگیری. این بحث اصطلاحات تجاری رو، اینکوترمز ها رو یاد میگیری. چیزی که خیلی مهمه همون تجربیاتی هست که شما کالاتون رو درست انتخاب کنی، کشورت رو درست انتخاب کنی، با تامین کنندت درست، یعنی بتونی دیل و معامله خوبی داشته باشی، چجوری تامین کننده پیدا کنی، چه کشوری رو برای صادرات انتخاب کنی، زیرساخت‌هات چه نحوی باشه، چه شکلی اعتماد مشتری رو کسب بکنی، چجوری با مشتری مذاکره بکنی. این هاست که مهمه که همه اینها رو مفصل تو ورکشاپ 25 فروردین ما که در تهران برگزار میشه، ورکشاپ حضوری هست که ما یک روز کامل میزبان شما هستیم، آموزش داده میشه برای اینکه بتونیدم توی این، اگه فکر میکنی تا الان چیزهایی که بهت گفتم میتونه شما رو سوق بده به سمت تجارت و میتونی وارد این بازار بشی، اگه فکر میکنی من بعد از قنا میرم و قطعا کسایی که علاقه‌مند باشن این بازار رو کار بکنن، بسیار بسیار توصیه میکنم که بخوان از آفریقا شروع بکنن، چون یک تجربه خیلی قشنگی برای اولین بار تجارتتون بهتون میده. راحت تر که نه، بازار کم رقیبتری وجود داره، نیازمند کالای ایرانی پرسودتره براتون من هستم و میتونم تا هر چقدر که بتونم در اختیارم باشه، توانم باشه بهتون کمک بکنم، چون خودم هم اونجا هستم. احتمال زیاد بعد از عید بتونم تور تجاری هم بیارمتون اونجا، کمک کنم تشریف بیارید و حالا چه بروکری، چه محصول دارید، چه تولید کننده هستید، بخواید بیاید اونجا کار رو از اونجا شروع بکنید. ولی بهتره که تمامی مباحثی که اینجا دیگه جا نشد آموزش بدم و مفصل قراره تا تو 25 ورکشاپ 25 فروردین ما بهتون بگم، اونها رو هم آموزش ببینید که انشاءالله بتونیم دیگه به صورت عملی هم همراهتون باشم و این کار رو انجام بدیم.
اگر میخوای توی این ورکشاپ 25 فروردین ماه ما شرکت بکنی که مباحث رو خیلی عمیق‌تر، دقیق‌تر یاد بگیری، سوالاتتو بپرسی، از نزدیک با همدیگه صحبت بکنیم و 1 سالم پشتیبانی بنده رو داشته باشید همراه خودتون، میتونید کلمه ورکشاپ رو به پیج اینستاگرامی ما که این زیر اومده ارسال بکنی. به صورت خودکار بر توضیحات ورکشاپ میاد، قطعاً خیلی سریع پر میشه و ظرفیت ورکشاپ هم محدوده. پس تا 25 فروردین ماه هم زمانی نمونده، میتونید ثبت نام بکنید که انشاءالله بتونم در خدمتتون باشم و بتونم مباحثی که دیگه اینجا جا نشد بگم و نیازی که مفصل در موردش صحبت بکنیم گفته بشه. به علاوه اون 1 سال پشتیبانی، 1 سال پشتیبانی به شما کمک میکنه که بتونید حین مسیر این 1 ساله، البته که من میگم 1 سال ولی گروه‌های قبلی من بیشتر از 1 سال هست که هنوز نگهش داشتم، اگر سوالی بپرسم پاسخگو هستم، اگر آپدیتی بیاد از قوانین بدونم بهشون میگم و این خیلی میتونه کمک کننده باشه براتون. پس برای اینکه در ورکشاپ 25 فروردین ما باشی کلمه ورکشاپ رو به دایرکت پیج اینستاگرام من که این زیر میاد ارسال بکنید و اونجا میبینمتون. امیدوارم که تونسته باشم اون 1 سری سوالهای ذهنی که صد راه شروع کردن مسیر تجارتتون بود رو بازگو کرده باشم و گفته باشم که بتونه اون یه مقدار ترسی که وجود داره رو بریزه. من معتقدم که چیزی که نیاز داری شما بابت موفقیت اون استمرار و پشت کاره وگرنه و هدف وگرنه بقیه چیزها تو مسیر بیافتید براتون خیلی سهل و آسون میشه. منم روز اول این نبودم، اینجا نبودم یا تو این مسیر شغلی نبودم، نم رفتم و پیدا کردم و میگم کاش همون چند سال پیشی که من فرضاً داشتم کار بازرگانی داخلی انجام میدادم، شرکت تبلیغاتی برای تولید کننده ها داشتم یا کار بازرگانی داخلی انجام میدم، میافتادم تو این راه یا کسی بود اصلا من رو راهنمایی میکرد. ببینید من اول که شروع کردم فکر میکردم باید یه نفر دست منو بذاره توی دست کسی که خریدار خارجیه، بعد رفتم جلو دیدم نه، چقدر قانون وجود داره توی صادرات، چقدر مفاهیم وجود داره، چقدر دانش نیاز داره که اگه من اینها رو ندونم اصلا نمیتونم کار بکنم. اصلا محال ممکنه شما بحث این قوانین تجارت رو ندونید و بتونید تجارت بکنید. محال ممکنه. من میگم اگه کسی هم این کار رو بکنه قطعا ضربه میخوره و شکست میخوره. پس بهتره که از تجربه دیگران استفاده کنید اگه واقعا مصرید تو این کار. و من خیلی خوشبینم که مفاهیمی که آموزش بهتون میدم تماما چیزهایی که عملی اجرا شده، تئوری نیست، صحبت نیست، چیزهایی که لمس شده و کار شده و جواب گرفته شده. به خاطر همین میتونه اگر شما هم این مسیرهایی که من بهتون دارم عرض میکنم رو طی بکنید قطعاً و 100% اگر استمرار داشته باشید به نتیجه‌ای که دلتون میخواد میرسید. امیدوارم که در ورکشاپ 25 فروردین ماه که در تهران برگزار میشه، حالا 25 تا فکر میکنم اواخر فروردین ماه، حالا تاریخ دقیقش رو اگر کلمه ورکشاپ رو ارسال بکنید براتون ارسال میشه تاریخ دقیق ورکشاپ، ولی اواخر فروردین ماه در تهران برگزار میشه و اونجا روی ماهتون رو میبینم. خدا نگهدار.